کم طرف فیزارت که کردم گامو جان خانه گمزه چخه کلو برو چخه همه روی خونون خیلی خانون امروزه که خودون در کار نگرستی خیلی پیشروی بهترین همه کار که کردی پر خودش میاید مهنت کردن در کار مهنت خان تاجیکا ما ایمانا دستگیری نکنه دیگه کی میکنه دیگه دیگه حرمت کردن کار کردن بگم که امروز کتی خودت کار کردستم همه موافین خودت شان شرایط همه نرمالی همه خوب شده شرایط خوب شده انا شکری خدا پلم روی کردسته میشه زندگی هم نرمالی مهنت کردن در کار مهنت کمش میشه میگم که همین یک زنک دیگه هم خیال میکنم که خرونده پشونده میتونم هیچ گمله زنی دیوم گرفتن هیچ گمله نکم زنی یکم خطو بودکم میمونم که تزن بگیری آخه همین میگم که اشما پرسم باش ما یک قدم پیش این کار رو دیدگی یعنی مقصد همین چقدر بفهمونی با او زنت ریزو میشه زنی یکم ریزو میشه که زنی دیوم بگیری همین میگم چقدر بفهمونی تو در زنی دیوم پرابلم نیست اینه من یاردمت بکنم با میگیرم خونه‌ش هم تشکیل میکنم میگیرم یک زنی دیگه میتم تا زن گرفتن در این مسکو پرابلم نیست نو پرابلم این آجی نمیشه در لارای یک کاتیا یک شب بگیرم میتم تا دیگه ما زن اون کودکا چی ریزو هستن خود کی نه همین میگم چقدر بفهمونی میخوام زن همین خیلی با فکر ما باشه زن بگو زن اگه اون کمبودی نیست خونه کدیم خونه و در حلال کده گرفتیم چی لباس پیش میگی میخرم تا یک اون کمبودی نداری خیلی من خودت میرسه که یک زن دیگه رو بخورانم بپشونم کو هم خیلی بفهمونم که چی میگه اوخی قبول میکنه خاکی نباشه اوش توکل بخلو تاجیکستان نوستان نواتو خیزان پیلوس نوستان نبودو دیگه همه شاگردا کار برو خوشو کردن همین کردیم همین نوروی خود چیزا پر برو دیگه شرایط تو هم ناس کار کردن ایو لابای مردک ناز رحمت خون سوزن سوزی زنک تینجی زندگی خوبای فرزندکا هم تینجا ناز رحمت خون سوزن او هفته پول روی کدوم را گرفت همه نرمانی او انجا قیق خزای شدی ها پول روی کدگی تا گرفت مردک با خونه را پرادکتا خریدم با گودکا را سر لباس خریدم خیال میکنم روز تا روز زندگی خوبتر شده بهتر شده شکری خدا میگم که زنه میاد چرا گفتم بگم تا همه من خیال میکنم که شاید شرایطو نرمال شده همه یک زنه که دیگر ما 100 فیش خورنده پشونده میتونم چی؟ ایراستی گفته سی؟ هم یک زنه که دیگر 100 فیش میخورنده میتونم در حقیقت شما یک زنه که دیگر خورنده پشونده میتونین؟ خواهی گوش که مردگی تکی باشه؟ روزی که پدر مرده کو مادرم تو قای میره مادر ما میاریم در این خونه قدیخمون زندگی میکنه